مسیحی ها میگویند که عیسی پسر الله است یا پسر خدا است. قرآن چی میگوید؟ قرآن در این باره میگوید که متخذ الله من ولد، الله تعالی پسر نگرفت، فرزند نگرفت، عموما نه پسر نه دختر. و ما کان معه من اله، همراهی الله تعالی یگان اله نبود، دیگر یگان معبود نبود که پرستش کرده شود. اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، اگر رفت و در این دنیا دو خدا میشد یا سه خدا میشد، همراهی الله تعالی دیگر خداها میشد، هر خداها با این خدای دیگر جنگ میکردند و همدیگر التیماتوم میماندند، میگفتند که مثلا مخلوقایی که تو آفریدی از مخلوقای من استفاده نبرد و خدا ذات نمیشود که به وی التیماتوم گذاشته شود، یعنی عاجز شود از اجرای یگان شرط یا به شرط نامه راضی شود و از حقش تنازل کند. این الکه صفتی خدا نیست، این صفتی مخلوق است. اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، بعضی خداها به بعضی خداهای دیگر کلانگری میکردن. ما نفت داریم، ما یراق و اسلحه داریم، ما بمب اتمی داریم، تو نداری. این آدمی که خدایی که ندارد بعد یعنی عاجزتر میشد. این به خدا زیبنده نیست این گونه کارا. بنابراین الله تعالی گفت که الله تعالی یگانه هست، همراهش یگان اله هم نبود، فرزند هم ندارد. سبحان الله عما یصفون. الله تعالی پاک از اون وصفی که مشرک ها وصف کرده. یهود ها، مشرک ها، حتی نصرانی ها با وجود یهود و نصارا صاحب کتاب بودنشون این سخنی بده گفتن در حق الله تعالی. الله تعالی در سوره انعام میگه که بدیع السماوات و الارض، الله تعالی ذاتی است که آسمان ها و زمین ها رو بغیر مثال سابق آفرید. بغیر مثال سابق یعنی از ساخت یگان کس دیده نساخت. مثلا این تلفن هایی که حاضر برآمده است، اینا از دیگه تلفن ها گرفتن، یا ماشین هایی که حاضر مثلا برآمده است از دیگر ماشین ها گرفتن و کمتر مدلش دیگر کردن، شکلش دیگر کردن، برآوردن. اینا مبدع نیست. مبدع آنه که اولین شده به یگان مثال سابق آفریده باشد. الله تعالی میگه که الله تعالی ذاتی است که آسمان ها و زمین ها را آفرید. ان یکون له ولد، از کجا به وی پسر شود، فرزند شود. ولم تکن له صاحبه، الله تعالی همسر هم نداشت. رد زد به آنهایی که حضرت مریم را همسر الله تعالی گفتن نعوذ بالله. و خلق کل شیء، الله تعالی همه چیز را آفرید. و هو بكل شیء علیم، الله تعالی به همه چیز دانا هست. این یک آیت. یک آیت دیگر در سوره توبه آیت 30 الله تعالی میگه که و قالت اليهود عزیر ابن الله، یهودها عزیر پسر الله گفتن. اصلا این اعتقاد بد از کجا پیدا شد؟ یعنی به الله تعالی فرزند نسبت دادن، این از بوذی ها پیدا شد. همین مادر بوذی یک غار می درآید، یک دختر چند روز گم میشد. وقتی که از غار می برآید حامله دار خانش می بیاد. بعد میگن که تو کجا بودی؟ میگن که من همراهی پروردگار خلوت مانده بودم. نعوذ بالله. بعد وقتی که شکمش دم میشه و تولد میکنه میگن که تو چخیل دختر تولد میکنی حالی شوهر نکرد؟ میگه که من اما وقتی که همراهی پروردگار خلوت مانده بودم الله تعالی یعنی که نعوذ بالله از او من پسردار شدم. گفته همون بوذی یعنی پسرش را نامش را بوذی ماند. این بوذی ها نسبتا به همون آدم است که این پسری خدا میگفتن نعوذ بالله. و برای چی یهودی ها عزیر را پسری الله گفتن؟ عزیر در نزدش تعام پیدا بود. عزیر پدر دارد، مادر دارد، آدمی صالح بود. اختلاف است بعضی ها با دیگر قولای هم میگن، لیکن آدمی خوب بود. به هر حال در پیغمبریش یعنی خلاف است. گفتن که این آدم در پیشش تعام میدیدن. بعد میگفت که کی تو را تعام داد؟ میگفتن که پروردگارم رزق داد. اینا میگفتن که این خوب شد تو پسری پروردگار، چون که اصلا آدم با پدرش تعام میتید.
همین کودک اساسا پدرش برای او یکی مریم نیست، چون این جواب میگوید وقتی که ریسک از کجا هست میگوید که پروردگار عزیر میگن که همین عزیر پسری الله هست میگن نعوذ بالله. این یهودها ببینید اونایی که کتاب داده شدن گفتن که عزیر پسری الله. و قالت النصارى المسيح ابن الله. این سوره مائده از آخر قرآن گرید خوانید، این یگان سفسطه ها نیست. نصرانی ها گفتن که مسیح پسری الله گفتن. بعد الله تعالی که ذلك قولهم بافواههم، این یک سخنی که با دهانشان گفتن، یعنی یگان دلیل ندارد، منبع ندارد، تکیهگاه ندارد، حجت ندارد، یک گفی دهان. ذلك قولهم بافواههم، این سخنی که دهانشان گفت. یضاهئون قول الذين كفروا من قبل، با این کاراشان همون قول کافرای از اینا پیش خودشون به همه مانند کردن، یعنی هم بوزی های میگن. مشرک ها الله تعالی فرزند دارد میگفتن. اینا با همین قولاشان یهود و نصارا با وجود اینکه اهل کتاب هستند، علم دارن، عیناً قول کافرهای پیشینه گفتن. قاتلهم الله. الله تعالی که اونها الله تعالی لعنت کنه. ببینید کسی که به الله تعالی فرزند نسبت میده، الله تعالی که قاتلهم الله، ظاهری ترجمهش الله تعالی آنها را به هلاکت رساند. مفسرها میگن که مانند سیوطی یعنی لعنهم الله، الله آنها را لعنت کنه. ان یوفکون، اینقدر از حق دور کرده شدند، اینقدر از حق، یعنی بسیار گمراهی کلام که به الله تعالی فرزند نسبت دهد. بعد از آن الله تعالی آنها را تحقیر کرد، هم یهود هم نصارا را گفت که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. علمای خود و عابدهای خود را چی احبار یعنی علمای یهود، رهبان عابدای نصرانی ها، اینا عالمهای خود و عابدهای خود را اربابا من دون الله، غیر الله تعالی برای خودشان پروردگار گرفتند. و این چنین والمسیح ابن مریم، عیسی مسیح پسری مریم را هم برای خودشان خدا گرفتند. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، اینا امر نشدن مگر اینکه یک اله را عبادت کنند. لا اله الا هو، غیر او دیگه معبودی بر حق نیست. سبحانه عما یشرکون، پاک است الله تعالی از آن شریکی که اینا آورد. الله تعالی پاک است. یعنی این میشود گفت یک دو آیات ها از قرآن کریم و این سوره اخلاص. حتی الله تعالی ببینید مثلا ما اگر درباره یگان انسان سخن کنیم، از روزی تولدش شروع میکنیم تا روزی مرگش گپ میزنیم. مثلا امام ابو حنیفه سال 80 تولد شدن، سال فلان طلب علم کردن، به فلان فلان درجه ها رسیدن، سال 150 گذشتن میگوییم. اگر ما مخلوق وصف کردن شویم از پیدایشش گپ میزنیم. اما الله تعالی چی گفت؟ قل هو الله احد. بگو وقتی که بعضی بیدین ها آمده پرسیدن که برای ما وصف کن پروردگارت رو، چگونه ذات است، الله چه خیل است؟ گفتن که قل هو الله احد. الله تعالی که ای پیامبر بگو به اینا که الله تعالی یگانه هست. الله الصمد، الله تعالی ذات است که تمام مردم دنیا با حاجت های خود او را قصد میکنند، یعنی همه به او نیاز دارن، همه به او توجه میکنند. لم یلید، تولد نکرد گفت، نگفت که تولد نشد. اول تولد نکرد، تولدم نشد گفت، برخلاف مخلوق. اصلا تولد نکرد، تولد نشد، تولد نکرد گفت. اول الله تعالی تولد نکرد، رد به یهود، نصارا، به مشرک ها و مشرکای عرب هم که نعوذ بالله دختر گنده میدیدند، پسردار شوند خرسندی بود، دخترجار شوند موتم بود، آمده تعزیه میگفتند. حتی به کوچه نمیبرم، اسودد وجهه، روحاشون سیاه میشد، از غمگینی به کوچه نمیبر آمدن، در فکر غوطه میزدن که آیا این دختر به قتل رسانم یا همچون عار و خار و ذلیل به گواهی رسانم. با وجود اینقدر دختر بعد دیدنشان و دخترهای شیرین زبان و دخترهایی که نه و 5 ساله 6 ساله زبانها شیرین میشد به قتل زندلای گور میکردن، با وجود اینقدر بدبینیشان با الله تعالی و دختر نسبت میدادن. پسرم نه،
این یهود کو عزیر پسر الله گفته است، نصرانی ها عیسی رو پسر الله گفته است، این مشرک ها فرشته های دختر الله میگفت، نعوذ بالله.